چای کبود داروی دردی سر چای مرا هر کی کند شام و سحر نوشی جان می شود از بوی خوشی چای سرش خوشی با چای خوشبوی من چای دلجوی من نوشیده چای کبود جانی من دورت شام با سرود جانی من نوشیده چای کبود جانی من دورت شام با سرود جانی امکم نوشیده چای و عسل خواب نموده است به مثلی کسل خوابیگران راحتی جان خلل مده بی سبب آن دیگران بسته میان کار کنند روز و شب چای خوشبوی من چای دلجوی من نوشیده چای کبود جانی من دورم شام باسه جانی من نوشیده چای کبود جانی من دورم شام باسه جانی من مختارکه او مختارکه بجانم کجا شما شتابان حاضر یک سمبوسه های علفی ورقی آماده می شود قاقی سه برگه و شیبید من گاو نیستم علفت خودت خوردند اقلا سرود گوش میکردید آخه سازهای ساخته دست خودتان اسبابا نغزو لیکن تو دروغ میخوانی آواز هم نداری با یک کرشم زلیخا نه آواز اما آواز نداریم دختری شما بلبل وار میخواند رفیقم مسافر دماغش سوخت چرا سوزد؟ ای مرده که ما نغز بدونیم چندین کفشاش دختری از ما بهتر او را کسی نمیدوند دردش کنه اما الان جای گپ هم نیسته بریم از پس کارمون چای دلجوی من چای خوشبوی من چای دلجوی من چای خوشبوی من Полиция не буду, но вам могу сказать, что даже скромным людям я вес могу придать. Ко мне друзья, чистильщик я, не минут, вас щетки ждут. И молодым и старым нужен мой веселый труд. И молодым и старым нужен мой веселый труд. Весь город наш я знаю, в ней красотка жар. Снаружи вся сверкает, зато внутри пуста. Ко мне друзья, чистильщик я, метров минут, вас щетки ждут. И молодым и старым нужен мой веселый труд. И молодым и старым нужен мой веселый труд. دستی من گل قصدی من گل زیبا را دادن است موزه ها و کفش ها را رنگ ادا دادن است جان پیسرا گل دختران پیر و جوان باید چقان خدمت نمایم بخری شما روز و شبان خدمت نمایم بخری شما روز و شبان بچه ها گریزید مسافر مختار می آید
السلام علیکم مختارکه. این کفشاتون اینقدر بینور، بیاید یک رنگ زدمونم. تا اول یک با خدا نگاه کن. نه رنگ داری و نه رو. باز بیرنگی کفشای من دیده است. بود به گوسفند خندیده است. بهوده پیرانی ما نگفتن. کفش دوزی پایلوچ. این مسافر در جای دماغ تیت تو پیت کردن اومده قرار دست سری من میکنم. عزیزم شکردم که رنجیدی از من. عزیزم شکردم که رنجیدی از من. بگو تا گناهی خودم را بدانم. بگو تا گناهی خودم را بدانم. زی درس محبت بجز نام جانم. زی درس محبت بجز نام جانم. به چیزی نگردد زبان در دهانم. به چیزی نگردد زبان در دهانم. عجبا، مثل سبزه های بهاری گویا پیش خانه ای من نرسده باشم. شیطان چا باز هم منو جمع کردن تو این تماشا دادن. کاش اونا آواز رو نمیگرفتی من خلاص میشدم. نالا 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 کجا گم شدی؟ کجا گم شدی؟ نالا نالا کوشر مایا صبر کن. شوهر که کردی، داماد که اجازت داد، انا باید سرای درگیر. در پیری مرا شرمنده نکن دختر جان. همسالانم کار میکنن، تحصیل دارم. من باشم مثل کبکم در قفس. آینده ای تو را فکر میکنم دخترم. اصلا دختر باید در چشم مردم کم نماید. تو باشی با سرود و رقصایت داماد شونده ها را میگریزانی. دستی من گل قصدی من گل زیب و آرا دادن است. موزه ها و کفش ها را رنگ اعلا دادن است. موزه ها و کفش ها را رنگ اعلا دادن است. سعید جان بیا جان شیرین چطور هستی؟ تشکر. چی شد؟ اومد. چی شد؟ زمانا به کجا رسیده و این موسفه در زمان خود روز کرده است. مختارکه را میگوی؟ بله بله. با او نه بوی بهار تاثیر دارد و نه همو گیره های دخترش. او زنده هم باشد این مسافر دیلش کیها مردگی. جانی گو را گفتی. سعید جان من کفش دوز هم باشم آدمانی زیاد را دیدم، لیکن این مسافر پیکه و یگرم رو باری اول ببینم. همین کفش های تم بسیار بینور. بیا یک رنگ زده مونم. دیو مونه از شوخیات نموندی. به پول سعید جان به پول. جان پیسران گل دختران پیر و جوان آی چقان. اما منتظری اشاره همین که یک لحظه بیرون شدی کنه بری بس بابا میچسبم. مختار جان اکر شما را عالی میشتیزارم.
کدام عالم جان؟ همون عالم جان فرهنگچی؟ سلام استاد بابا. سلام. خودتان میدانید که اسباب‌های موسیقی ما از کار برآمده است. انا میبینید که عید نوروز مختار احمد بچه‌های ما با کدام سازها مینوازند؟ بسیار کنبری نچسب. در دنیا غیر از بچه‌های کاخ فرهنگ شما دیگر کسی اسباب نمینوازد مگر؟ با سازهای شما زور استاد. انا چشمانتان را پوشیده یک تصور کنید. عید نوروز تمام دنیا در دوشنبه جمع آمده است. انبوه مردم، رقص و بازی، اسباب‌های زمانوی. اما ما باشیم با اسباب‌های خلقی خود که آن را شما می‌سازید. البته مردم را باب می‌کنید. انا ارکسترین نوازنده ما می‌نوازند. در صحنه لاله پدید می‌آید. لاله؟ وای زور میخواند او، لیکن تو نامعقول کردی. این کار هیچگاه نمیبینی. چه که گوشهایت را. وای مختار احمد، مختار احمد، مختار احمد. همینم رقص شد، همینم سرودخوانی شد. یه سرودکی خیلی میخونن. با فکرم که با اینها یک سرود گوسفند وعده کردن. نمیدونم قصدن باشد که بلند گفته خونده ایستادن. ما درباره زوری آواز گپ نزدیم. احساس نیست، حسیات نیست. شما عموما جان گوید که من روزی شدم در این نقش بازی کنم. فهمیده؟ و فراموش نکنید که زبیان همین صحنه تنها منم. زبو از زوگده این نقش نمیبره. کیم چه خیلی به حس میخونه. ما میدونم این نقش رو که خوب اجرا میکنه. کی؟ رفته. ها کارگردان چیزی کی؟ چی به زبا خفه کرده؟ وای دختری خوب آوازی نغز دارد. با مثل آواز خدا. خیز بیا رفتیم. خیز بیا رفتیم. سلام. چی خیر؟ احوالت خوب؟ رحمت مرحمت دارم. از پیش خونه‌تون گذشته گفتم که یک از احوالت پرسان شوم. چی خیر؟ تشکر نغزم. مختارکه کجا باشن؟ پدرم حالا در کار. برای چی مرا دوست نمی‌دارد خودم نمی‌فهمم. دوگانه جانداریم به من پسانیده نگاه می‌کند و حیران هم می‌شوم که چرا به تو سرود خواندن را منع کرده است. عجیب. کرتای نوی من چه خیر؟ به تو مخواه؟ زیربنده است. از دو سر تو چنینش را نمی‌پوشی. این از روی مودی آخرین دوخته شده است یا شاید به تو نمی‌زیبد. خوب سرود خواندن نمی‌خواهی دیگر؟
میخواهم ولی پدرم نمیمونه. درست میکند دوگانه جان، ولی من باشم در صحنه‌های کلام با ایشوری رای و شکیرا برآمد خواهم کرد. تو زیخ نشو، از تو از دو سرفراینده خوب نمیبرایم. تو میدونی که نوروز امساله در سطح بین‌المللی جشن گرفته میشود؟ بله میدونم. و من باشم در آنجا نقش ملکه را اجرا میکنم. کیستید شما؟ من استایی آبوکورزی شهر. قبورهای خانه شما فرسوده شده است. شما از کجا میدونید؟ آیا پدرم روان کرد؟ نه راستی من خودم اومدم. میگویند که استا حیثیت مخصوص دارم. من درا. ببخشید همون کلتی مرا میداده. دیدم جمال ابرو هلال در زیر چشمش بینهاده خاله. با عیبی من شد لط خوردید؟ نه بخیر است. پایتون لط خورد؟ نه دیلکم. عادل کو در طرف چپ است. از من براست کوچیده است تا به شما نزدیکتر باشد. برای چی همه رو تیتوپیت کردید؟ سوراخ شده است از همین خاطر. چی؟ قلبم. شما با همه دختران همین خیلید؟ نه تنها با شما، چون که شما عقل و هوش ما رو بوده اید. نباشد عقل و هوشتون را یابید و بعد بیایید. برای چی دریچه کشاده؟ باز یکان کس آمد چی با؟ نالا! واه پدرم. آخیر من گپی اساسی رو نگفتم کو؟ سلام پدر جون، من خبر دارید؟ سلام. برای چی همه جا تیت و پیت؟ استا آمده بود پدر جون. استا؟ بله. کدام استا؟ برای تعمیر قبورها. برای تعمیر قبورها؟ اینجا پدر جون. اساس کو؟ استا کجاست؟ استا رفت. رفت؟ کلیدی کیست؟ از استا؟ از استا؟ بله. ماما
مناسبت عید نوروز ما باید نمایشنامه ملکه بهار رو پیشکش نماییم. بالین لبای سعید. من اون رو بازی دیدم. اگر میدونسته چقدر وای زیباست رقص بازیش رو نمیدید. ملکه کپا تایور. اون همراه ما همکاری میکرده باشه. راستی فرصت نشد نپرسیدم. پس در چی موضوع گپ زدی؟ در موضوع اساسی و سبیل کلیم. کلام کنیم. تینجی اینقدر همتون آراسته شده. تو چی فراموش کردید امروز در باغ بخت است؟ اگر پدرم اجازه دهند. از شما بوی بهار می آید. شما را می بینم و جوانی هم به یادم می رسد. گرمی شما یخ را آب می کند. رو دخترم، رو سیر و گشت کن. Я встретил девушку полумесяцем бронь. На щечке родинка, в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. سعید پید بود که لاله از تالار بر اومده رفت. اکنون در جستجوی او می شود. مهمش متن رو گم نکنه شد. جنجال می شود. خدا نشانه دهد. من از پسشون می روم. فکری خوب. از برای این عاشق شدن باز گپ نشنویم. دویده رو. اطاعت. کار فهمیدم کار. خالی
پدر جان. شام بخیر دخترم. شام بخیر. چرا اینقدر وقت برگشتی؟ آخر من که وعده داده بودم. بله دخترم. من میدونستم که دختر من از همه با است و ما را در یک سخن میفهمد. بدبختا ما رو بیزار کرد. دیدم جمال ابروی لاله در زیر چشمش بنهاد خاله عقلم را بود خالی سیاه دل پاره کرد تهی نگاه جای نجوم که میپرانم برای که در پشت تریزه خانه دختر دار سرود میخوانی ها؟ نپرونید من سرود نخوندم من خوندم نمیتونم به نام خدا. این تویی؟ من؟ معلوم شد که چگونه آدم بودی. خوش کن بابای عالمت گوی کی؟ دختری من در محفل شما سرود پرود نمیخواند. گم شو. مایلش آی مختار اکا پرانی نه پرانی هم دختر شما در محفل ما سرود میخواند. پگاه به خانه احمد مهرینیسا میرویم. دیگر یگان لحظه در اینجا نمیایستیم. بیزار کردم. همش با عیبی سرودخوانی تو. مهرینیسا؟ مهرینیسا؟ خیلیت با این جیانت باران کجا؟ اگر سنگ میبارید می آمدم. تینجی کمی بر وقتر آمدم که کسی ما را نبیند. گوش کن لاله چند مدت در خانه‌ات می ایستد و این را نغزکک تربیه کن. باوری دارم که تربیه باباگی را فراموش نکرده ای. مگر آن را فراموش کرده می شود؟ لاله را چنان تربیه نمایم که مثل ابریشم ملایم شود. من باور دارم. ایستا که این قبوری آبروا در کجاست؟ ای اکا کلتون کار نمی کند چی؟ آبی ما از چشمکو. سبیل.
салом бачаҳо. Ассалом. Чӣ хел шумо? На. Шумо нас? Касатен? Мумкин аст қад шумо бозӣ кунам? Ташаккур. Ана ин дуташ аз они шумо, дуташ аз они ман. Канӣ ки якум мезанад? шумо намедонед бачаҳо соҳибони ин хона ба куҷо рафтанд? Не, намедонем. кадоме ба ман росташро гӯяд, ба вай як сомонӣ медиҳам. Ман мегӯям, ама ки мухтор лоларо гирифта ба куҷое рафтанд, не ки намедонам ба куҷо. Фаҳмон. ها جوراجان ششلیک تیار؟ البته تیاره. چرا نه؟ یک تاشا چشیده بینم. اوه ششلیک پول باشد میخوری ششلیک، پول نباشد میمکی چیلیک. نیاز کجاست؟ در اون با نیاز. من یک نیاز بینم. لبای این مختارکه برامده با دیگر طرف رفت. از پسش پایدن لازم. این کار دست خود من میبیاید. تو مایدک در را معلوم میشوی. سمبوسی علفین تیار. وقت نیست. یا پول نیست؟ نه میزاجای تیزار هستم. از پس مختار رفته خانه خواهرش رو یافتم. خانه خواهرش در همینجا. قد فهمیدن لازم که لالا رو در اینجا پنهان کرده باشند یا جای دیگر. نیاز جان، مبادا همین مردم من و شما رو اوباش گم کرده شتکش کنه چی؟ به خاطر سند بچه راههای نمیروی. برو. بسم الله. ای درد تو آرامی دل من، ای نام تو الهامی دل من، یادی تو سرانجامی دل من، از مهر تو پر جامی دل من. بابا جان خیر قربانی صنعت لباست رو عوض کن. اما این لالم اندک مندک نه. انا نیاز جان اکنون به اندازین حقیقی مونن شدی. های نیاز جان این طرفش در دستی خدا. توکل به خدا. ندارم. السلام علیکم. و علیکم. انداز را سپارید. راحت خوابید. شما اندازگون میکنید؟ چی حالت وقتی اندازگون کنی شد؟ بله. اندازی زمین را سپارید. خانم زیبا. 2-3 روز پیش جمع کرده بودید. دیگر کار ندارید شما؟ دارم. مثلا من فال دیده میتوانم. یک کاسه آب به من دهید. انا بینید. همه چیز من گفته میتونم شما با من. مرحمت. سلامت باشید. دیلتون برای نزدیکتون میسوزد. این دخترک پرنده است بلند پرواز. وای وای وای. لیکن افسوس در قفس محکم است. در قفس. همین شما کیم چقدر شبهناک می نماید؟ شما اندازگیر یا فالبین؟ اگر خیال کنید که یک بیوزن را مسخره کرده می توانید، اشتباه کرده اید. همسایه ها! زودی جمعیه! حاضر میفهمیم شما خلق را جمع کیستید؟ کرده مغل برداشتن چی لازم؟ من نیازی چایخانه‌چی مگر برای را شناختید؟ و کی نیازی چایخانه‌چی رو نمیشناسد؟ من شما گمان می‌کنید تنها به من سرود خواندن لازم است؟ و چرا این خیلی لباس پوشیدید؟ به من گفتن که عجوز کمپیر یک زری بسیار هم بدوایی مرد.
اما شما حلیم را دیدم. ایار شما با لالا کمک کردن میخواهید؟ البته من به نزدتان آدم میفرستم و با کجا بردن لالا را به شما میفهماند. اگر اکم فهمد مرا راست به جهنم میفرستد. نه نمیفهمد. دل شما خواهد همش خوب میشد. من با امید شما، التماس تنها با امید شما. من رفتم. اما جان کی بود؟ دوستانی تو. اما جان چقدر شما وظیفه هم داره. جانم این برای ما میراثی. سرودخوانی را دوست میدارم. تمام درد و شادی و غم و اندوهم را با سرود تازه میکنم. ای دردی تو آرامی دلی من من این خبر رو به سعید میرسونم. سعید بسیار هم خرسند میشود. اکنون لالا در جشن نوروز سرود خواهد خواند. ما بودیم که رو کوفته یافتیم. اگر آدم میخواسته است به همه کار قادر بوده است. یکی در جستجوی این دختر کفش‌هایم غلبیر شد. سند قربانی را طلب میکند گفتند. و این کار با شما با آسانی دست داد. مختار را به گپ در آوردن کاری آسان نیست. انا اون مجنون در درون آب شنا کرده گشت است. هرچند که آب نیست. سعید سلام. سلام بچه. اگر در کجا بودن این لاله رو به تو گویم پاداش چی می شود؟ انا این فورا رو گیر اگر محقوب باشم. این کم است. تئاتر رو میبخشمد. تمام فورای دنیا رو میبخشمد. این هم کم است. این امروز تماما سخی شده است. خودم رو قربانی میکنم. یگام چیز رو دریغ نمیدارم. انا این گپی دیگر بیا برو میگویم. دیدم جمال ابرو هلاله در زیر چشمش بینهاده خاله. عقلم را بود خالی سیاه دل پاره کرد تیغ نگاه. شما از کجا پیدا شدید؟ این مهم نیست. مهم اون است که من شما رو پیدا کردم. شما اون بگو چرا از طلا رفتید؟ آخر من سرودم رو برای شما خوندم. من میدونستم و برای همین رفتم. شما اومده سرود میخونید؟ من منتظر میشم. لالا بگوید که میآید. چرا قاری از من بلاید به جانم؟ چرا قاری از من بلاید به جانم؟ اما جان شاید این خوب نباشد. او مرا جر زد، من باشم علاقه روزی شدم. یعنی نمیرویم. آخر او خوشبختی مرا میخواهد.
نباشد میرویم. پدرم باشد هیچ چیز را نمیداند. در این صورت نمیرویم. اگر با پدرم بدتر نقل کنیم چی؟ در این صورت میرویم. اما جون چرا یگون گپی انیق ندارید؟ میرویم یا نمیرویم؟ البته میرویم. لا 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 لا. السلام علیکم. با نزد ما یک جوان زیبا آمده خواهش کردن که لالا را بر اینجا بیارم. لالا در همینجا؟ بله در همینجا. اوه میبخشید. شما دارد مانم. بره شما. بوتی میبخشید. لابای؟ با شما چقدر میسر شد که مختارک رو به گپ در آورده؟ با من نه. این کاری ها بای. یافتم بچه ها. چی رو افتید؟ ملکه نوروز رو. چرا گریه میکنی زیبا؟ کی تو را خفه کرد؟ کی همشون؟ دختری شما لالا. لالا؟ آقای مورچه را آزار نمیدهد تو؟ مورچه را شاید آزار ندهد ولی مرا سخت خفه کرد. بازنامش دوگانه بوده است. در همه جا مرا گنده کرده گشته است. مختارکمش ما را حرمت میکنم البته ولی باز میخواهد نامزدی مرا کشیده گیره. چی؟ من این کارا این خیلی نمیمونم. رفتم حاضر در پیش خودت ادبش رو میدهم. کار با اینو تمام. دیدی لالا جان، من با تو گفتم که آنها با تو نیکنیگر نیستند. پدر جان من نمیدونم کی او را خفه کرده. اما نامزدی دیگران را کشیده گرفتن تا میدونی. البته سعید مرا دوست میدارد و توی ما علاقه قرار شده است. های من پیر شدم. تو چی مرا در همین پیری شرمنده کردنی؟ اکو گپ زن، تو با برادر من چه حال عقیدی؟ من با تو هیچ باوری ندارم. به همه شما گناهگاره. شما لاله رو به نزد ما آوردید. همش فرما. آرام باش زیبا. و این قدمش را دیگر به آنجا نمیماند. زیبا. زیبا. رفتیم لالا جان. زیک نشد. هر چی نخل در میگیرم. تویدی نوروز؟ تویدی نوروز؟ نمایشنامه ما البته تایید میشه. آسوده باشید. آسوده باشید. 3 مرتبه رقص رو گذاریم. 2 مرتبه با ارکستر مشق کردیم. لیکن لالا تو نیست؟ باز چی واقعا روی داده باشه؟ بیاید مختار احمد.
گذرش شکر تا حال از راست ایستادن پای کسی نشکسته است. به من گویید پدری لاله من هستم یا نه؟ من رفتم. بله مختارمک، بله شما پدر لاله هستید، اما مختارمک شما بخت دخترتان رو نمیخواهید. چه خیر من بختی دخترم را نمیخواستم. او ملکه نوروزی است، او برای ما خواهر است، باور کنید مختارمک. با او چونین برادر لازم نیست. شکری خدا پدر دارد و پدرش او را نگهبانی میکند. با نزدیکی به شوهر میبراید و کسی او را برای بی‌آدابی طعنه نمیزنند. خدمی لاله به اینجا نمیافتد. سلام مختارکه. سلام. ای درد تارامی دل من، ای نام تو الهامی دل من، یادی تو سرانجامی دل من، از مهر تو پر جامی دل من، وصلت به جهان کامی دل من، از مهر تو پر جامی دل من، وصلت به جهان کامی دل من. اصلکی من تو رو هفتاده نشو. اکای من در پیریش اندک اینجیق شده است، حالا یک رویه دارد، ولی او موسیقی رو میفهمد و میدوند که تو آوازی ناتکرار داری. ای اما جان، اگر این آواز باعث بدبختی من میشد، کاش خداوند به من میسر نمیگردان. خیلی نگو دخترم، خداوند نه به هر کس این جوهر رو میدهد. اگر داد آن رو استفاده بردن در کار، وگرنه ناشکری می شود. دانی که تو من بیماری تویم، دل سوخته گفتاری تویم، جان باخته رفتاری تویم، تو یاری منی من یاری تویم، من منتظری دیداری تویم، تو یاری منی من یاری تویم، من منتظری دیداری تویم. حسن جان چرا غمگینی؟ بلبلکت نمیخواند یا روی خورده رفت؟ اگر ساز زاره کنی جایش رو گفته میدهم. به شوهر میبراید لالت. پدرش گفت خودم شنیدم. لالا، او لالا جان، این من امای مهر میساد. چرا خودت رو زندانی کردی؟ پدرت در خونه؟ آی چی گریه داری؟ ای بس در همین خیل زمانه یک جوان دختر تقدیر خودش رو خودش صاحبی کرده نتواند. ای بس راست میگوی بابا جان، من به آنها وعده دادم که نقش ملکه نوروز را اجرا میکنم. انا بعد پدرم به کجایی که خواست من میروم. جان اما من میدونستم که تو راه درست را انتخاب میکنی. برای بخت مبارزه بردن لازم. اکنون گریه را بس کن، نباشد میزنم.
خوب شد که اومدی بچه ها فهمن خورسان نشون. در کجا بودی لالا؟ از من هیچ چیز رو نپرسید. من نقش ملکه نوروز رو اجرا خواهم کرد. اینکی؟ لالا برای چی گیره داری؟ این رو رفته از نامزدت پرس. نامزد؟ چه خیلی نامزد؟ از کجا گفتی؟ لالا لالا